شما قبل از اینکه هر کاری بکنید 3 تا مرحله داره. یه قبل، یه هین، یه پس. برای جذب مشتری قبل، هین، پس. برای تجهیزات قبل، هین، پس. برای نمیدونم زندگی روزمره، برای مسافرت رفتن، آقا چه چیزایی قبلش میخوایم، چه چیزایی با تو این مسافرت و چه چیزایی پس از مسافرت. و همه فرآیندها یه قبل و یه هین و یه پس داره. و سعی کنید این فرآیندها رو بنویسید. خب ما یه مشتری جدید میخواد به تو سازمانمون. بریم بالا قبلش. اول چیکار میکنیم؟ از هر طریقی با ما ارتباط میکنه. ما یه بحث برای کانال‌های ارتباط با مشتریان. هر چقدر این کانال‌ها بیشتر بشه، ما کسب و کارمون بیشتر رشد پیدا میکنه. بیشتر میتونیم ورودی بگیریم. خب بعد اول تا اومد از هر طریقی، مثال بر فرض یه دونه ورودی از شیپور داشتیم. تبدیل میشه؟ نمیدونیم. امیدواریم بشه و تمام تلاش رو میکنیم که بشه. حالا یا با ما یا با ایشون فرقی نمیکنه. با ما باشه هزینه کمیسیون و پیگیری این داستانا میدیم تو رو راه میدیم، اگه با خودت باشه باز ما کمکش میکنیم. هدف رشد مجموعه هستش. شفاف سازی موضوع. اولین کاری که میکنیم آقا کار سایت چیه؟ قرار تو چه حوزه‌ای باشی؟ چرا این کارو میکنیم؟ بدونیم کیه و رقباشو پیدا بکنیم و حوزهشو پیدا بکنیم که اصلا ما قراره با همچه حوزه‌ای کار بکنیم. نه اون حوزه سودده هست، اون حوزه تو حوزه طراحی سایت فعلا وقتش هست. آیا اون حوزه اول باید اینستاگرام بزنه یا بعد سایت بزنه، یا اول باید سایت بزنه بعد اینستاگرام بزنه؟ اینستاگرام چقدر براش مهمه و بقیه داستان. موضوع دوم گرفتن شماره تلفن کارفرما. نام با نام خواهند دیگه شماره موبایل کارفرما رو میگیری، میری تو سایتتون، تو سایت سرنده آکادمی سرنده تایار کانتکت آس، یه شماره تلفن، یه نام بانمخوانی، یه پیامک براش میفرستی. یا فلانی این آدرس ما، این لوکیشن ما، یه پیامک اتوماسیون. چرا این کارو انجام میدیم؟ دلیل من چرا یارو میپرسم؟ به خاطر اینکه دلیل هر کاری رو شما باید بدونید. اگر یه دلیل کاری رو بدونید اون کارو انجام میدید. ماها صبح میایم انگیزه داریم برای اینکه بسم الله الرحمن الرحیم من امروز میام 1 میلیارد به جیب بزنم. انگیزه خوبه، بعد میرم انجام نمیدم، موفق میشم، حالم گرفته میشه. دلیل هر کاری رو بدونید، چون دلیلش رو میدونید اون کار رو درست انجام میدید و دونستن دلیل باعث میشه که مستمر یک کاری انجام بدید. دلیل این که ما شماره تلفن رو میگیریم و پیامک میفرستیم چیه؟ جریان رشد کسب و کارمون میخوایم نشونش بدیم. و یه مثال قبل از این که بگیم آقا ما این کارو کردیم، تو هم میتونی این کار انجام بدی، تو هم میتونی از ما الگو برداری کن. پس به 2 تا دلیل، حالا شاید دلایل دیگه هم داشته باشم. و بعد برای مشتریاتون صف ایجاد میکنید. یعنی چی؟ یعنی سعی کنید جلساتمون رو تو یه روز بذارید. زیاد جلسه نذارید. آقا اگه مثلا 10 تا درخواست داریم، 5 تا درخواست داریم، تو یه روز این 5 تا رو جمعش بکنید که زیاد فشار بهتون نیاد. هی بیام تمرکز بکنیم وسط کار بره. حالا اگه ما بتونیم جلسات از اینجا ببریم که خیلی بهتر میشه. خب چاره نداریم، سعی میکنیم برای دفعات بعدی جلسات رو از اینجا خارجش بکنیم. 1-2 تاشو میذاریم اینجا که شماها یاد بگیرید، دفعات بعدی میرم بالا و اونجا رو دور فرآیند برم. مورد بعدی که یه چیز هستش، ارسال لینک لوکیشن، تمیز بودن دفتر، مرتب کردن مبل و منات، چیدن پذیرایی و حتی خرید کادو، فکر کردن به کادو اینجا بنویسید. یه کادوی فکر بکنید. و یه چیز دیگه که باید انجام بدید، اگر یه مشتری اومدش، تیم تولید محتوا که خانم سروندی هستش، باید همون لحظه به آقای سروندی یه عکس بگیریم، اون عکس رو بگیره بذار رو سایتمون، بذار رو پیجمون. اوکی؟ اون عکس رو بگیریم بزنیم رو سایتمون، رو پیجمون. اینا رو نشون بدیم. چرا نشون ندید؟ مشتریایی که میان تو کسب و کارمون نشون بدید. پس اینم اضافه کن. هین جلسه گرفتن عکس یادگاری، حالا بنویس بعدم میدیم برش چیه. پوشش و استایلتون درست میکنید. روز هین باید پوشش درست بشه. کت شلوار بشه، کفشتون واکسیده باشه، یه هودی، یه اتکلانی هوا رو خوب کنید، بوی خوش بزنید. زدین بوی خوش، اتکلانی نه بیا پایین ببینم نداریم، اینسرت کن. چند تاش کن محمد رضا. پوشش، استایل و بو هر کدوم میشه یکی. قاطی میکنیم. تسکا رو به اندازه‌ای کوچیک کنید که دیگه نشه کوچیکش کردش. تسکا رو به اندازه‌ای کوچیکش کن. چرا؟ یه تسکیه بزرگه، کل توضیحاتش توش بنویس. اما آقا بو بریم مثلا بر فرض چند تا هود بگیریم، هودی هم که انتخاب کردیم هود خانم تواییه. خب بوی خوش، حالا اوده یا هود؟ شوخی کردم. خب بریف چاپ شده جلوی کارفرما گذاشته بشه. هنگامی که بریفو میذاری نام و نام خوانندگی شما موبایلش، عنوان کسب و کارش رو بریف نوشته شده باشه. بریف یا توسط خودمون پر میشه یا توسط کی؟ خودش.
اگر دیدیم از نظر علمی، از نظر پوزیشنی، از نظر جایگاهی بالا بود میگید خودش پر کنه. اگر دید سرتون شلوغه، تایمتون زیاده، وقت ندارید، مشتری میاد ببین این بریفه نقطه فراره. گفتم اگر دیدید سرتون شلوغه، گیجید، عجله دارید فلان، این یه سلام علیک میکنه، یه صحبت باش میکنه، خیلی ممنونم، خوش اومدید، بفرمایید. قبل از اینکه با هم شروع بکنیم، ما برای اینکه بتونیم نیازهامون رو شفافش بکنیم، با هم بتونیم بهتر یک زبان مشترک داشته باشیم. ببین پس یک شفاف کردن، دو زبان مشترک. شفافش بکنیم، یه زبان مشترک داشتیم، میتونیم خواهد بنویسیم اینا زیر این افتر بین 16 و افتر یا جلوش بنویساره. برای شفاف سازی و اینکه یک زبان مشترک داشته باشیم با هم دیگه، یه بریف آماده کردیم که پر کردن این بریف به ما کمک میکنه به شما بهتر کمک کنیم، به شما نتایج بهتری بدیم. این یه مورد. و مورد دوم که اگر مشتری برای تایم و زمان ما وقت ارزش قائل باشه، این بریف رو پر میکنه. و اگر مشتری حوصله‌اش نرسید این تایم و این زمان رو برای این بریف نذاره، بعداً هم حوصله‌اش نمیرسه خیلی کارا رو بکنه و بهتر باهاش خداحافظی کنیم. این اصلا فیلتره، این بریف فیلتره. ما میخوایم با همه کار بکنیم، همه رشد پیدا، با همه قرارداد این رشد پیدا کنیم، نمیشه. شما با آدم بی ریشه نمیتونی ریشه کسب و کارت درست بکنی. شما با آدم نادرست به جای درست نمیتونی برسی. اینا همیشه خودتون مرور کنید. اگه یکی میاد برای تایم و زمان من ارزش قائل نیست، قرار وقت منو بگیره، نه. یه مورد دیگه، جلسات دوم به بعد دوم رضا، کسایی که میبینی سختشون رو پول بدن، یه مؤسسه‌ای که میبینی از نظر خود مطمئنه درست داره خدمت میده، تو کار خودت هستش، 500,000 تومان بریزه به اون مؤسسه فیششو برام بیاره. جلسه دومش هم رایگان میزنه اگه خاص رایگان باشه. اوکی؟ یه کار هم دو تا نتیجه داره. یک، حال خودمون خوب میشه. این مهمتر از همه. بعد دو، میفهمه که مشاور ما رایگان نیست. اینم تو کارات بذار. میخوای بنویسی یه جا بنویس. آره. دادن هدیه قبل از خروج. موقعی که میخواد بره، مشتری حالشو خوب بکنید. حالا شده به یه گلدون، به یه کتاب کوچیک، بیاد پیدا کنیم. الان دیگه تنها چیزی که میتونید فقط یه ماچه، چون بقیه چیزا ببینید. حالا ببینید دیگه، نگاه کنید. مشتری که بریفو پر کرد، ارزشمند بودش، هدیه بهش بدید. موقعی که مشتری که پر نکردش، حداقل کاری که میکنیم تا جلوی در بدرقش بکنید. و مورد بعدی چی هستش؟ ارسال محتوای توپ. این بود که بازخورد گرفتن. بازخورد گرفتن تو این جلسه، پایان جلسه از مشتری بازخورد میگیرین. آقا به اطلاعاتی که من دیدم از 1 تا 10 چند میدی؟ 8 5 9 6. و هر نمره‌ای که اون نیرو کارفرما داد غیر از 10، 3 تا ازش کم کنید. غیر از 10. اگه محکم گفت 10 یعنی پسندیده، واقعا اوکی. اگه گفت 9 6، 3 تا ازش کم کنید. داره با اغراق میگه. روش نمیشه بگه 6 دیگه. و خیلی جواب این که گفت 9، چی بهش میگید شما بچه‌ها؟ چیکار کنم بشم 7؟ چیکار بکنم بشم 10؟ 6 تا چیکار بکنم شما این 6 رو میکنیش 7؟ یه پله بخواید بید بالا، نگید چیکار بکنم 10 بهم میدی. من چیکار بکنم شما 6 منو میکنی 7؟ چرا؟ چون یه دونه است، اون یه جای کارش میننگه. خب یه چیزی باعث شده که شما ناراضی بشید. از شما ناراضی، شما قرارداد داده. اون یه دونه رو با یه امتیاز بهت میگه. اگه بگو چند تا، خب میگه خب مثلا اگه بخواد 10، اگه 6 بده بخواد 10 بده، باید 4 تا کار بهت بگه دیگه. اون اصلیه گم میشه. اما بگو یکی بگو بهم چی کار بکنم تو 6 رو میکنی 7، 8 میکنی 9، 9 میکنی 10. پس بپرسید ازش. ارسال محتوای توپ رو من نمیدونم، یادم نیست چی بودش. فرم توپ رو پر میکنیم. فرم توپ رو برای مشتری پر میکنیم. در لحظه فرم توپ طراحی سایت خودمون رو پر میکنیم که این فرایند اتوماسیون تبدیل انجام بشه. یه چالش داریم تو همین فرم توپ، بنویسم از جا. پیام هایی که میره باید بگی به جا پیامک بگو پیام. چرا؟ چون هم از طریق واتساپ داریم میره، هم طریق پیامک. همین چی شد؟ پیامک‌های اتوماتیکی که داریم گفتیم در پیامک دیروز به شما گفتیم بجو در پیامک دیگه بگو پیام. این هم از واتساپ جواب میده و هم پیامک، دو تا جواب میده. اینم از این ارسال لینک فاکتور. پس از جلسه بررسی میکنید، بریف شما میبینید کدوم نیازه. اون چیزی که مورد نیازش هست به درد شما میخوره براش بنویسید
میاد میگه گرونه، 3 4 تا فیچرایی که میبینید فعلا نیازش نیستش دیگه میتونید زود کم بکنید تا 3 4 ماه آینده اونو کم بکنید. قیمت تغییر پیدا نمیکنه. ریز به ریزم نشونش میدید. این هم میشه پس از جلسه. بهتره همون عصر یا صبح روز بعد باشه. و پس از اون جلسه دوباره بازخورد میگیره. زنگش میذارید یه روز 2 روز بعد، مثلا امروز آیا فلانی شما پنجشنبه بود چطور بود جلسه اون خوب بود یا نه؟ اوکی. خب بعد رقم که کردی ازش، یعنی یه بازخورد، خب نتیجه شد این پیامک ها براتون میاد؟ بله میادش. همین، خداحافظ. من فقط زنگ زدم که پیامک ها رو مطالعه میکنید، چالشی سوالی دارید یا نه؟ پیامک ها رو مطالعه میکنید. اینجاست. آره آره اینجا. پس روز بیا پایین 25 جلوی 25 یه 2 روز 3 روز بعد زنگ میزنی آقا پیامک ها دستون رسیده؟ تصمیم گیری کردید یا نه؟ آره پیامک تصمیم گرفتید در مورد این قضیه؟ نه. تا 7 روز صبر میکنید، زمان بدید به مشتری. و ما توی روز هفتم یه قلاب داریم دیگه، درسته نه؟ اون قلابه رو یه بررسی بکنیم اشکالی نداشته باشه معرضا. ببین چی کار بکنیم که واقعا کال تو اکشن یا دعوت به اقدام داشته پس از 7 روز. اگه واقعا کال تو اکشن اتفاق بیفته یه گیفت باید بهش بدیم. روز هفتم یعنی مثلا یه پی دی افی بهش بدیم که به دردش بخوره، یه چیزی که یه پی دی اف بدید این کارو انجام بده. روز هفتم کاری بکنید که اون فرم رو که پر میکنه در قبالش یه پی دی اف هم بگیره، یه ویدیو بگیره، یه آموزش بگیره. بگه یه نکته طلایی دارم، میخوام این نکته طلایی رو برای که شما که اومدید تو مجموعه من براتون بفرستم. روی این فرم کلیک کنید، اطلاعات رو دریافت کنید. اوکی، پیامک تمام، گل زدید. پس این کل پرنده هی مرور میکنیم بچه‌ها. مرور. اگر پس از 7 روز پیامک رو نفرستاد چی؟ یه زنگه میزنیم بریم چه اتفاقی میفته. اگر اوکی بود تونستیم تبدیلش کنیم، اگر هم نه که خداحافظ. این فراینده. پس امروز زنگش میزنیم حالتون خوبه، اوکی بودی، فاکتور رو مشاهده کردید، بنویس فاکتور رو مشاهده کردید یا نه. فاکتور فرستادی واسش؟ آره اینجا 27 فاکتور فرستادی براش، درسته؟ فاکتور رو مشاهده کردی یا نه؟ 27 سوالاتی که از فاکتور رو مشاهده کردی یا نه؟ نظرتون در مورد جلسه چی بودش؟ سوالی دارید من میتونم کمکتون کنم. و اگر نیاز به جلسه با من داشتش تا اونجایی که میتونید، نه خواست یه هزینه، ما یکی از مؤسساتی که من براتون تایید کردم یه شماره کارت میگیره 500 تومن، نمیخوام 5 میلیون بریزه، 100 تومن بریزه به حساب اون مؤسسه بیاد. حالا اینو من تشخیص میده، بریزه بیاد جلسه بعدی 140 دقیقه رایگان. اونم جلسه دوم فقط این شکلی رایگان میشه. یه پولی بریزه به حساب یه مؤسسه خیریه، صف ایجاد کنید. و واقعا تایم زمان ما ارزشمنده. من نمیتونم الان های کاشی اومده نشسته منتظر من که این شکلی با من صحبت